سری وقت نرسانیدن بار جریمه را پیش بینی می کند. شتاب زدگی به هنگام انتقال بار و بلند نمودن سرعت حرکت در راه نیز جریمه دارد. اگر ماشین ویران شود باز هم باید جریمه سپرد و مبلغ تعمیر و عوض کردن قسم‌های نقلیات را جبران کرد. رانندگان از کشورهای آسیای مرکزی از جریمه‌های بی‌آخر و بی اساس یکی از شرکت‌های معروف نقلیاتی لیتوا گریت ویژه شکایت دارند. چندی از این رانندگان به شرط نشان ندادن چهره و به ذکر نام مشکلاتشان را نقل کردند. اون راهاش راههای بزرگ بین قشلاق‌های کوه‌های چیه مقصد که 50 میره 40 میره 70 میره همخیلی داو گده تا 10 ساعت نه که تا 3 ساعت میتام تا 3 ساعت نمیره پرواز که زمکنی نمیره و سمایلو تا 3 ساعت نمیره نه که در همون را استرافت میکنن 2 ساعت 3 ساعت یورو همخیلی فیلم. یک راننده دیگر گفت که در این شرکت برخلاف شرطنامه حتی برای کفیدن بلانوه یا شکستن چراغ ماشین آسیبی که باید بیمه یا سوغورته پولش را پردازد از معاششان جریمه می‌ستانند. در یک پارکینگ یک پتفاری که قفول شکست مورد نرخی او اکر در زفرافگاه حال قیمت ممکن که اکر 20 یورو باشه و 30 یورو باشه اکر برای او اکر ما فروان 118 یورو اکسای خنودو اکر با همون صورت درگ و اینسپکسیا در روی کده که نای فارا شکسته اون وقتی که فارا اکسای خنود پوچه چکلی اکر چی میکنه ایما با دوباره میخواهد چکنه اکر میشه. همصحبتان ما گفتند که بعضاً مبلغ عمومی جریمه به چند هزار یورو میرسد. اما طور رانندگان میگویند شرکت این جریمه ها را نه در برنامه ها و نه در سندهای وابسته به مزد مهنت ذکر نمی کند. مقصد بورا بوری یا نبودی نرسوندی میگه اکا فهمیدی؟ فهم میکنه اکا خیلی اشتراف میکنه. حالا که اگر اکا دیر کردی که اکا بورا های با سوابای تکنیکیشی کلیت تنسول صورت روی میکنه که نایودم در پروبکا مونده که اگر که کورخونه اکا شب برای بورا دیر کردن اشتراف کنه اکا در سیویل قاید میکنه که اینای برای دیر کردن مشمول اشتراف کردگی. کریم جانیاروف یکی از حامیان معروف حقوق بشر که چند سال پیش به اروپا کوچیده است کوشش کرد سرچشمه مشکلات را معین کند. به نظر او در این وضع قسما خود رانندگان تاجیک و همچنین مقررات با کار تأمین کردن شهروندان آسیای مرکزی در لیتوا گناهکارند. من با چندی از زادگان بلاروس صحبت کردم. آنها گفتند در این کار خودی هموطنان من گناهکارند چون که از حقوقشان ایفا نمی کنند. بلاروس ها تا اندازه از قانونگذاری آگاهند اما افسوس قانون طوری ساخته شده است که کارمند حق دارد تنها بعد از نیم سال جای کارش را عوض کند. ترتیب چنین است: اگر بعد از آمدن با طلبات و شرایط شرکت راضی نباشی و کار کردن نخواهی حق اقامت به اعتبار می شود و باید کشور را ترک کنی. خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت شهر به شرکت گریت ویژه تماس گرفتند. در یک صحبت تلفنی نماینده شرکت هم اتهامات را رد نموده اظهارات رانندگان را کوشش بدنام کردن شرکت نامید. ما یک شرکت نقلیاتی هستیم که زیاده از 1000 کارمند دارد. شما می توانید تصور کنید که زیاده از 1000 نفر. به فکر شما اگر این همه درست می بود این رانندگان کار می کردند؟ به احتمال زیاد افرادی هستند که خواستند فعالیت کنند اما کارشان قرار نگرفت. مثلا به صدمه دچار شدند یا در حالت مستی پشت چنبر ماشین نشستند. در بخش نقلیات چنین حالتها روی می دهند. آدمانی که به دیگران بدی می خواهند همیشه بودند و خواهند بود. اگر ما این کار را کنیم پس چرا 1000 نفر برای ما کار میکنند؟ در همین حال حامیان حقوق ادعا دارند که برای حل این مشکل به شرکت نقلیاتی مراجعت کردند اما نمایندگان آن واخوردن نخواستند. بر اساس شکایت رانندگان حامیان حقوق قصد دارند به مقامات نقلیات آلمان و فرانسه مراجعت نمایند.